من دهه 70 ام. یکی از بااصالترین شهرهای ایران مشهد بزرگ شدم. شهری که هر کی بهش پناه برد با ناامیدی برنگشت. اسمای بزرگی توی تاریخ ایران زاده این شهر بودن. از نادرشاه بزرگ بگیر تا پدر شعر فارسی فردوسی، خسرو آواز ایران استاد شجریان، دکتر علی شریعتی و جهان پهلوان رسول خادم. اون مشهدی‌ها و خراسانی‌ها از قدیم توی تجارت و هوش مالی حرف برای گفتن زیاد داشتن. شعار یکی از قدیمی‌ترین بازارهای مشهد این بود که قبل از پول آبرو مهمه، قبل از سود اعتماد مهمه و قبل از حرف عمل. با یادگیری همین فرهنگ غنی مشهد چند سال پیش اومدم دبی. شهری مدرن، پرسرعت، پر از عدد و قراردادهای بزرگ، اما من سرمایه اصلیمو از مشهد آوردم. مسئولیت پذیری و درستکاری بود. امروز که چند سال تو دبی مشاور املاک هستم، وقتی یه خانواده سرمایه زندگیشو میسپره دستم، یاد همون شعار بازار قدیم مشهد میافتم که قبل از پول اعتماد مهمه و اعتماد مشتریام الان سرمایه من شده. همیشه اول خودمو جای مشتری میذارم تا با خیال راحت بتونم واسه مشتریان بهترین گزینه رو انتخاب کنم.